برنامه‌ای که داشتیم تا الان این بوده. یه ساینین داشتیم، الکی هیچی رو کنترل نمی‌کرد میرفت. اینو توی کلاس دیگه زده بودیم. اینجا می اومدیم یه تسکی رو اضافه می‌کردیم، کرییت رو می‌زدیم، برمیگشتیم قراره به این اضافه بشه در صورتی که ما دیتابیس رو پیاده بکنیم. تو کلاس شما هم اومدیم این لیست نوتیفیکیشن ها رو با هدف آموزش لیست زدن آموزش دادیم. حالا امروز می‌خوایم دیتابیس بزنیم و بگیم که چه جوری تو وقتی که اینجا یه دونه تسک ایجاد میشه کرییتو که میزنی بریزیش تو دیتابیس و بتونی ازش بخونی و اینجا نشونش بدی. دیتابیس این شکلیه که این اپ توه. خب اینم دیتابیسیه که تو داری باهاش میخوای کار کنی. یه محفظه‌ایه. دیتابیس عملاً یک مفهومه. یه محفظه‌ایه که تو داری توش یه سری دیتا میریزی. خب این تو حافظه ذخیره میشه توی یک پکیجی به نام برنامه شما، توی یک فولدر. پکیج که میگم منظورم فولدرهای خودمونه. توی روت گوشی، یعنی تو نمیتونی ببینی، کاربر عادی نمیتونه دیتا اینا رو ببینه، وگرنه میتونه تغییرش بده، اختلال بندازه، کل برنامه از کار بیفته. و برای برنامه‌های مثلا بانکی و اینا اصلا خوب نیست که این اتفاق بیفته. یه جایی پس خارج از اپ تو ولی دیتاش مربوط به اپ توئه، یعنی میتونی ببینیش. اینجا چی داری؟ یه سری تیبل داری مثل این که اینا اسمای مختلف دارن. مثلا من الان قرار تسکا رو ذخیره بکنم. اینجا اینو اسمشو میذارم تسکس. خب اسم اون تیبل شد تسک. اسم این تیبل دیگه اگه یاد باشه یک مدلی داشتیم به نام تسک کاتگوری. کاتگوریای تسکامون میشه. اون یکی دیگه میشه مثلا تسک کاتگوریز. اولین چیزی که میبینی اینه که اسم تیبل‌ها جمعه. نامگذاریش استاندارد، خیلی فورسی نداره. هر کسی یه جور اسم گذاری میکنه. یکی با حروف بزرگ میزنه، با جداساز دش میزنن، با آندرلاین میزنن. اینو برمیدارن مثل جاوا اینجوریش میکنن. پس خیلی استاندارد عجیب غریبی نداره. ولی این چیزی که دارم برات می‌نویسم من خودم تست کردم، یعنی خوبه از بابت اینکه قاطی نکنی تو کد چیزی رو. پس اسم تیبل‌ها جمع و غیره. حالا این جدوله توی دیتابیس یه سری قوانین داره. قانونش هم اینه که توی هر سطری که تو داری دیتا ذخیره میکنی، توی این سطر اول باید حداقل در یک ستون همه سطرها یونیک باشند. یعنی سطری نداشته باشه که اینجا مثلا بذار اینو بزرگش کنیم یکم، اینجا نوشته باشه یک، اینجا مثلا باشه های، اینجا باشه مثلا ای. دارم الان الکی چرت و پرت چیزی می‌نویسم. این غلطه. توی دیتابیس این پذیرفته نیست. دو تا سطر نمیتونن کاملا شبیه هم باشن. بعد از طرفی ما نمیتونیم کاربر محدود کنیم، بگیم تو اسم تسکاتو نمیتونی که مثلا هم بذاری. بذار یکم قشنگ‌ترش کنیم. اینجا من اینو میگیرم تایتل. نگاه کن کلاس تسک که جلسه پیش درست کردیم. یه کاتگوری آیدی داریم، یه تایتل. خب که میگفتیم این تسک برای کدوم کاتگوریه، تایتلش چیه، متنش چی نوشته. این تایتل رو بیارم اینجا بذارم کاتگوری آیدی. فرض کن یه کاتگوری داری به نام فود تراول مثلا. خب آیا لزومی داره توی برنامه تو از هر کاتگوری یه تسک فقط درست شه؟ میتونی برای یک کاتگوری بیشتر از یه تسک درست کنی. پس اگر این کاتگوری آیدی یک باشه تو میتونی رکورد دیگری داشته باشی که اونم یک باشه. خب آیا تو باید کاربر رو محدود کنی به این که تایتلاش همه یکی نباشه، یعنی یونیک بزنه تایتلشو؟ مثلا کاربر یونیک چی میفهمه چیه؟ درسته داره با اپ تو کار میکنه، اینو گذاشته اینم میذاره ای. نمیتونی بگی برو اینو عوضش کن اینجوریش کن. پس این رو هم میتونه مشابه بزنه. چی میمونه دست تو؟ یا ستونی به نام آیدی توی همه تیبل‌ها معمولاً هست. لزومی به بودنش نیست مگه اینکه تو خودت دیتا یونیک نداشته باشی. اوکی؟ این آیدی میگه خب من اگه برای این یک باشم، برای این میشم 2، برای این میشم 3. حالا هر چی هم میخواد اینا دیتاهاش اصلا فرق بکنه یا یکی باشه. درست شد؟ پس یک ستون آیدی اضافه میشه به تیبلامون، معمولا در ستون اول. بعضی جاها هم میبینی اینو نوشتن آندرلاین آیدی. این هیچ چیز فنی پشتش نیست.
دلیلش دلیل مسخره‌ایه که اخیراً دیگه اصلا به کارم نمیاد. پس اینو هم قاطی نکنی که اون برای چی اینجوری. یه آیدی پس به خاطر یونیک بودنه. این یونیک رو بهش میگیم پرایمری کی. پرایمری کی یا کلید اصلی هر تیبل. حالا من میخوام این تیبل رو، اینو فعلا کاری جایش ندارم، این تیبل رو برم توی برنامه درستش بکنم. برای دیتابیس تو اول باید بدونی که دیتابیس میخوای SQL کار بکنی یا نو SQL. این چیزی که من اینجا برای تو تحت عنوان تیبل میکشم، پرایمری کی میگم، این شکلی مفهومش بهش میگیم SQL. نو SQL داستانش یکم متفاوته و برای کارهای مخصوص به خودشه. همه جا نو SQL استفاده نمیکنه. کتابخونه‌ای که به شما اجازه میده SQL کار بکنی، اولیش SQFlite. SQFlite می‌بینی که بج فلاتر فیوریت هم داره، یه سری کد داره، میتونی ازش استفاده بکنی، دوست داشتی بری ازش کمک میگیری. یک کتابخونه دیگه ای هست به نام فلور. فلور خودش میاد روی این SQFlite، باز یک فریم ورک سطح بالاتر می‌نویسه، کارو برای کاربر تا حدودی راحت‌تر میکنه. این فلور است. از هر کدوم اینا دوست داشتی میتونی استفاده بکنی. من اینو توصیه میکنم چون توی پروژه خیلی بزرگ تستش کردم، مشکلی نمیخوری. آموزشش هم که امروز با هم دیگه می‌بینیم. خب اول بریم اینو نصبش کنیم. این داکیومنتش هم داکیومنت سرراست و خوبیه. نصبش اینجوری ورژن 1.5.0 منتها اینجا رو آپدیت نکرده. فلور 1.5.0 رو میری به پاوسپکت اضاف میکنی اینجا. این اگه یک تب عقب باشه درست کار نمیکنه ها، باید دقیقاً زیر اونای دیگه باشه. این شکلی اینم باشه 1.5.0. اینو که گذاشتی میری اینجا، یه سری کتابخونه ها هستن دیو دیپندنسی هن. یعنی دیپندنسی هایی هستن که فقط زمان دیولوپ لازم داری شما. اینها باید باشن حتی بعد از اینکه اپو دادی بیرون، ولی اینا فقط زمان دیولوپن که الان میبینی کاربردش چیه. فعلا فقط بذارشون توی دیو دیپندنسی، ترتیباشون هم درست کن، پابگتو بزن. میشه گرفتن کتابخونه هاش و تموم میشه. خب قسمت دوم گفته ساخت یک انتیتی. انتیتی میشه همون مدله که قرار شماتیک تیبل ما رو داشته باشه توی کد ما. ما الان یه مدل داریم اینجا به نام تاسک. اینو بهش میگیم انتیتی. زمانی که میره توی دیتابیس ذخیره میشه بهش میگیم انتیتی. چی داره؟ یه ادساین انتیتی اینجا میخوره که مشخص کنه این مربوط به تیبل دیتابیس. اینو میذاری بالا. اگر ادساین انتیتی رو کامل نمی‌نویسی که این ایمپورتش هم خودش انجام میده. اگر ادساین انتیتی رو با ای کوچیک بنویسی، امکان این که اسم تیبل رو تغییر بدی نداری. اسم تیبل چی میشه پس؟ میشه دقیقاً همنام کلاس. اسم این جدولی که من اینجا کشیدم، اسم این دقیقاً میشه تاسک با تی بزرگ. ولی ما معمولاً گفتم چون یه تعدادی تاسک توی اون ذخیره میشه اسمشو جمع میذاریم اسم تیبل‌ها رو. بعضی‌ها هم نمیذارن، خیلی اتفاق نظر اینجا نیست. اینو اگه با ای بزرگ بنویسی میری سراغ کانستراکتور کلاس انتیتی و تو میتونی فیلد تیبل نیمش رو پر کنی، هر چی دوست داری بذاری. پس اینجا با انتیتی مشخص کردم که این مدل من یه تیبل دیتابیسه، تیبل نیمش هم براش مشخص کردم. حالا باید بری اون ستون یونیک رو مشخص کنی یا پرایمری کیه که به همین آیدی میدهش. اینم پرایمری کی. اگر تو مقدار این 1 2 3 که تو آیدی میذاری رو یونیک بودنش رو خودت تضمین بدی که همین چیزی که الان اینجا نوشتیم کافیه. اگه تو بگی آقا نه من ممکنه اشتباه بکنم و اونو خودت هندلش بکن، یک چیزی اینجا داری به نام اوتو جنریت، بعضی جاها هم اوتو اینکریمنت میبینی اینا رو، یعنی خودش اضافه بشه. اینو اگه ترو بکنی این خودش شروع میکنه به ازای رکورد اول 1 و هر چی اضافه بشه 1 اضافه میکنه. از آخرین رکوردی که شما زدی پلاس پلاس میکنه میذاره تو رکورد جدیدت و این باعث میشه که یونیک بمونه این آیدی همیشه. اگر بخوای اسم ستونتو سرستونتو متفاوت با اسم فیلدات بذاری، اینجا یک ادساین کالم اینفو داری، اطلاعات ستون رو نیمشو میدی. مثلا کاتگوری آیدی رو میخوای این شکلی بنویسی، ببین این اسم ستون توه. خب
من اینجا اسم ستون و کاتگوری آیدی شبیه فیلد خودم نوشتمش. اگر این بخوای همین بشینه نیازی به این کالم اینفو نیست. اگر بخوای تفاوت قائل بشی بینش با کالم اینفو میتونی تغییرش بدی. اینم پس اجباری نیست، من کامنتش میکنم. و تمام. کل کاری که برای انتیتی لازم داری همینه. اولیش ادساین انتیتی و دومیش مشخص کردن کلید اصلی تیبل. خب این مرحله اول. مرحله دوم میگه باید بیا یه داو درست کنی به اسم دیتا اکسس آبجکت. این به چه کار میاد؟ میاد اینجا میگه آقا تو میخوای با دیتابیست صحبت بکنی، اینا رو یک کمی بدم اینور، با این تیبل ها میخوای صحبت بکنی، باید یه سری افرادی رو اینجا داشته باشی، یا کسایی رو مثلا برای این قسمت به اسم تسک داو و برای این قسمت مثلا تسک کاتگوری داو. اینجوری به ازای هر کدوم از تیبلات میاد یه کلاس داو درست میکنه و میگه توی اپ هر وقت خواستی با این تیبلات چیزی بریزی، چیزی برداری، بیا به این بگو. از اینجا اپ دستور میده به این یاروه، از این برم این اپ هم اینجوری. تو به ازای هر تیبل مجبوری اول به داوش بگی، اون داو خودش میره ارتباطو به این شکل میگیره. گرفتی چی شد؟ تو نمیتونی مستقیم به تیبل کاری داشته باشی، باید به اینا بگی، اینا برن کارتو انجام بدن. حالا اون تصویرها چجوری تعریف میشه؟ اینجوری یه کلاس ابسترکت با پسوند داو، یه انوتیشن ادساین داو میشینه این بالا و دسترسی هایی که میخوای رو براش تعریف میکنی که حالا ما فعلا دسترسی ورود دیتا رو براش اوکی میکنیم. برای که کدم یکم نظم بگیره روی لیب راست کلیک میکنم، نیو دایرکتوری، یه دیتابیس میسازم. اینجا یه پکیج داو میذارم داخلش، میگم یک کلاس دارت بهم بده به اسم تسک داو. خب ابسترکت کلاس تسک داو، یه ادساین داو روش میزنی، ایمپورتش هم انجام میشه. این میشه دیگه دسترسی که اون میخواد. یعنی تا اینا رو نزنی یا ارتباطه، این فلشایی که اینجا کشیدم تا اونا رو نزنی ارتباطه شکل نمیگیره، او برای خودش او برای خودش رو هواه. ولی الان اینا با هم دیگه ارتباط گرفتن. خب یه دستور میخوایم توش بنویسیم، مثلا بنویسیم void یه تابع تعریف کنیم، بگیم که تسک رو بگیر، یه تسک بگیر وارد دیتابیسش کن، اینسرتش کن به این شکل. یه متد نوشتم، ببین چون کلاس ابسترکت من میتونم متدهای بدون بدنه بنویسم. ما به این میگفتیم متد دیگه. اگه این متد رو پیاده سازی نکنی باید کلاس بالا سرش ابسترکت باشه. خب به خودش هم میگن متد ابسترکت. حالا تو این متد رو نوشتی، گفتی من میدونم که میخوام یه چیزی درج کنم که اون چیز تسکه، یه تسک میخوام درج کنم تو دیتابیس. باز از این انوتیشن ها میزنی، این که میاد خودش میفهمه این چیه این چیه، به همین اسم کوئری درج در دیتابیس رو برات میسازه، کوئریشو بهت نشون میدم. این تا اینجا اینم تمومه. خب میرم جلوتر، مرحله چهارم گفته دیتابیس تو برو بساز. یه کلاس دیتابیس میسازیم، اسم فایلش دیتابیس میذارم، اسم کلاسش رو اپ دیتابیس اکستند از فلور دیتابیس. اینم یه انوتیشن داره که با هم دیگه درستش میکنه. یه فایل دیتابیس ساختم، abstract کلاس اپ دیتابیس، شبیه خود داکیومنت رفتم که خیلی چند تا چیزی نبینیم. فلور دیتابیس اکستندش میکنی، این بالا هم میگه ادساین دیتابیس، ورژنش 1، بعدا میگم ورژنش به چه درد میخوره. انتیتیز میگه چه جدولی داره این دیتابیست. فعلا ما یه جدول تسک بیشتر نداریم. ایمپورتش هم انجام میدی و اینم اشتباهی ایمپورت شد. درست شد؟ یه دیتابیسی داریم که این جدول رو داره، فعلا یکیه. هر چند تا جدول بهش اضافه شد همه این مراحل رو به ازای هر جدول باید بری. یعنی اول بری انتیتی تو تعریف کنی، براش یه داو بسازی، بعد بیا اینجا اضافهش کنی و یه دسترسی هم از اون داوه
تسک داو یه دسترسی گت هم بگیری. درست شد؟ اینو حالا بهت میگم به چه کاری میاد. خب دیتابیس ما ساخته شده، فقط یه فایلی باید جنریت بشه، همون کوئریایی که گفتم تو قرار بوده بنویسی ولی پشت این انوتیشن ها خوابیده. قبلش تو این داکیومنت که میای اینجا 3 تا از این خطا رو خودش نمی‌نویسه. اینا رو می‌بینی من با آلتو اینتر و یا خودش کامل کنه ایمپورت میشد. 3 تا از این خطا خودش انجام نمیشه. اولیش اینه دارت ایسینک رو باید خودت بذاری ایمپورتشو. دومیش این SQL فلایته که بهت گفتم داره از اون استفاده میکنه. این داره از اون استفاده میکنه پس باید ایمپورت اونم بذاری، لازمش داره. و بعدیش این پارته هست. پارته یه چیز جدیده توی دارت فقط که یک فایلی همنام فایلی که تو برای دیتابیس ساختی با دات جی مخفف جنریتد فایلزه. خب قراره توی این فایل یه چیزی جنریت بشه که میبینی تو کامنتش گفته generated code will be there، یعنی هنوز ساخته نشده ولی قراره بیاد اینجا بشینه. چجوری میاد میشینه؟ یه کامندی داره بخش 5، این کامنده رو کپی میکنی میاری اینجا توی ترمینالت اجراش میکنی. پاورسپک یامل تو میگه پیدا نکردم، بذار اینو یه بار ببندمش دوباره بازش کنم درست میشه. این باید لزوما تو روت پروژه اجرا بشه این کامند. این ترمینال همون CMD شماست دیگه. خب خطا داد. تسک داو میگه این یاروه نباید وید باشه. ببین فیوچرها که بهتون یاد دادم، عمل درج در دیتابیس میگه یه کار زمانبریه، پس تو نمیتونی بگی ویده، باید اگر میخوای بگی ویده بگی فیوچر ویده. فیوچر خالی نداریم. خب همچین چیزی ما استفاده نمی کنیم معمولا. اگر بخوایم چیزی نذاریم باید وید بذاریم. این باعث میشه که تو حداقل بگی آقا این کد رو باید براش ثبت کنی، اجراش بعد بری بعد. فرض کن توی کد ما اومدی اینجا یه چیزی می‌نویسی، اینجا اینو میزنی میخوای درج بشه، بلافاصله میخوای برگردی اینجا نشونش بدی دیگه. فرض بر اینه که سرعت برگشتن تو از درج اون بالاتره، پس برای همینه که میگه آقا اینو که زدی اویت کن، ثبت کن، درج بشه، بعد برو اینجا گتش کن نشون بده. خیالت راحت باشه که درج شده قبلا. خب دوباره جنریتد رو میزنی. خطایی که بده یعنی که اینا رو درست نرفتی دیگه. اینو که دیدی یعنی جنریتد درست انجام شده و این فایل دات جی ساخته میشه. حالا این پارته یعنی چی؟ اینا رو بهت میگم. خیلیایی که اینا رو می‌نویسن کپی پیست میکنن می‌نویسن، همه کسایی که دارن پروژه می‌زنن اکثرشون و اصلا نمیدونن این چیه، ولی به تو میگم در همین حد بدونی. پارت یعنی که یه بخشی از کدی که مربوط به این کلاسه توی این فایل نوشته شده. این پارته به این معنیه. ایمپورت هم نیست، یعنی داره میگه کلاس تو 2 تیکه کردم، یه تیکه از کداش تو این جنریتده. حالا تو این چیه بازش کنی میبینی. تغییرش هم میتونی بدی ولی تغییر نده ترجیحاً. ببین اینجا رو با همون انوتیشنایی که زدیم این کدا جنریت شده. اونایی که SQL بلدید ساخت تیبل بود دیگه، درسته؟ create table if not exist. یکی تایپ فیلداش هم میدادی. پرایمری کی، اوتو اینکریمنت، مثلا این پرایمری کی اوتو اینکریمنت با همین انجام شد. وقتی تو اینو میزنی میره خودش اینا رو انجام میده. پس دستور SQL ساخت تیبل اینجاست. دستور اینسرتش رو ببین. دستور اینسرتش رو باز میفرسته توی یک آداپتری که برای شما الان فهمش سخته، ولی میگه برو توی تیبل تاسک این 3 تا فیلد و مقداراشو از مدلش بگیر، از این یاروه. همون انوتیشن اینسرت که زدین داره این کارو میکنه. ولی تو دیگه نیاز نیست اینا رو دستکاری بکنی، تو کارت همینقدر راحته و واقعا هم راحته. فقط میگی این تاسک رو بگیر اینسرتش کن، تمام. خب این ساخته شد. شبیه قسمت بعدیش یعنی این خط میای دسترسی پیدا میکنی به دیتابیس و تو درج تو انجام میدی. کجا ما دیتابیس رو لازم داریم؟ توی قسمت کرییت تاسک، جایی که داریم تاسک رو انجام میدیم میسازیم. یادت جلسه پیش اینجا اینو ساختیم. کد بعدیشو کامنت میکنم، اینو میذارم اینجا alt enter insert. اسم دیتابیس اسم فایل دیتابیسته که توی روت ساخته میشه. من میذارم اپ دیتابیس بمونه. متد بیلد رو ببین، فیوچر
میگه من اینو که بیلدر رو که بزنی دیتابیس تو بهت میدم ولی فیوچر. پس برمیگردم اینجا این بابای جوابش فیوچره، پس من اگه دیتابیسی میخوام باید براش اویت کنم. وقتی اویت میکنم این ایسینک باید باشه. این اگه این نباشه کدی که شما میزنی اینجوری نیست، این ایسینک نیست. اویت رو میزنی آلت اینتر، ایسینک اون بالا اضافه میشه. اوایل خودتو درگیر نکن برای چی این هست برای چی اون هست، این نباشه گیر میده بهت، هر جا گیر داد آلت اینتر ایسینک خودش اضافه میکنه. بعدن کم کم میفهمی اینا دلایلش چیه. همین قدم که گفتم ساده پیچیده‌تر از این نیست. هر فیوچری یک اویتی لازم دارد، هر کی اویت دارد باید ایسینک شود. همین. حالا دیتابیس تو داری، میگی دیتابیس دات دیتا اکسس آبجکت تیبل تاسک ها دات به ازای هر تیبل، چون ما یکی داریم، اینسرت تاسک رو بهش ورودی میدی و تموم. اگر تو منتظر بخوای باشی که این درجه اینو ببینی، اینجا باز یک اویت میذاری چون اونجا فیوچر بود و اینجا یک پرینت. یه نکته بهت بگم فقط دیگه یه اجرا بگیریم و تموم. این اینسرت همونجور که اینجا تیبل رو میبینی، بعد از این که درج میشه و آیدی رو خودش میذاره یه آیدی بهش میده. اگر این آیدی رو خواستی این وایده رو میکنی اینت. اینو که بکنی اینت، بعد این که درج کنه اون آیدی رو بهت برمیگردونه که تو چه آیدی گذاشتم این فیلدی که تو دادی رو، این تاسکی که تو دادی رو. اینو چون تغییر دادم دوباره جنریتور رو باید صدا بزنم، جنریتور رو که اینتر رو تغییر بده. تمام. برمیگردی اینجا. حالا تو میتونی بگی int inserted record مساوی فلان. بعد من اینو میتونم پرینتش کنم. اینجوری پرینت کنم ببینم آیدی چیزی که درج شده درسته یا نه. همین. یه بار برنامه رو اجرا کنیم. خب میام اینجا درج تاسک تست 1 فرضاً. اینش هم که هنوز فعلا کاری بهش نداشتم. اینو میزنم 1، یه آیدی 1 داد. دوباره یکی دیگه بسازیم مثلا 3 آیدی 2. توی iOS چون این iOS نمیتونیم دیتابیس رو ببینیم. خب توی iOS کلا اینسپکتور براش نداریم، ولی اگه همین رو روی گوشی اندروید ران بگیری یا روی امولیتور فرق نمیکنه. از این قسمت 3 نقطه اپ اینسپکشن رو میزنی، میاد این آیکون کلاهیه اینجا اضافه میشه. روی این که بری یه پنل اینجا بهت میده، گوشی تو اینجا پیدا میکنی. اینا اپ های مختلفیه که روی امولیتور نصبه. خب یکیشو انتخاب میکنی، مثلا یوتیوب میوزیک. اون اپو که انتخاب میکنی تمام دیتابیس هایی که توی اون اپ استفاده شده و تیبلاشون رو میاره میده بهت. مثلا فرض کن که اینجا یه تیبلی دارم به اسم ورک تگ توی اپ یوتیوب میوزیک. این ستوناشه، اینم مقادیری که تو ستونا ذخیره شده. اگر تو روی اندروید رام بگیری توی اینا پکیج نیم اپ تو هم میاد. بعد انتخابش که بکنی اینجا تیبل تو میتونی ببینی. حتما این کارو بکنید برای دیتابیس و ببینیدش. خب ما اومدیم با این دو سه خطی که اینجا نوشتیم دیتا رو درج کردیم تو دیتابیس. این آیدیش هم گرفتیم، فهمیدیم که درج شده. حالا کاری که میخوام بکنم اینه که وقتی درج شد برگردم این صفحه و این دیتا رو تو این نشون بدم، یعنی کارمون رو کامل کنم. برای اینکه دیتا رو اینجا نشون بدم لازم دارم یه کوئری بنویسم که تاسکایی که توی دیتابیس ذخیره شده رو بهم برگردونه. باز میخوام ارتباط بگیرم با دیتابیس، پس میرم سراغ کلاس داوش. اینجا میای زمانی که میخوای به دیتابیس بگی یه سری دیتا به من بده، باز اون کار فیوچره، زمان میبره. پس میگی فیوچر چی قراره به تو بده؟ لیستی از تاسک ها. یکی که نیست دیگه، تعدادی تاسکه. لیستی از تاسک ها به شما برمیگردونه. اسمش هم میذارم مثلا get all تاسکش هم که نمیخواد. خب کوئریش چی میشه؟ این الان یه متد ساده است. اگه بخوام کوئری براش بنویسم میگم @کوئری. این تو کوئریشو مینویسم. اینجا میگی که select، اینجا دیگه میشه زبان کوئری، select star
from tasks. درست شد؟ تمام تسک ها رو این به ما میده. هر وقت کدی اینجا زدی یا انتیتی عوض کردی یا دیتابیس عوض کردی، دوباره باید بیای این جنریتور رو فراخوانیش کنیم. الان یه کوئری اضافه شده، پس اینو باید بزنم. این خودش میره کلاس database.g رو دوباره میسازه، این کوئری رو هم بهش اضافه میکنه، قابل استفاده میشه. خب کجا قراره نشونش بدیم؟ جایی که تسکا رو لود کردیم. میشه هوم اسکرین بود. آره، یه هوم اسکرین یه لیستی داریم، 5 تا تسک آیتم داریم لود میکنیم. خب حالا میخوام این تسکا رو اینجا لودشون کنم. خب اینجاش خیلی مهمه، خوب گوش بده. توی هوم اسکرین به محض این که صفحه میاد بالا، متد بیلد کال میشه. بیلد باید یه صفحه قابل نمایش ارائه بده. خب ولی این تسکایی که ما میخوایم از دیتابیس بیاریم با این متد فیوچر هستن، یعنی زمان میبرن. من لحظه‌ای که وارد صفحه هوم اسکرین میشم، اگر همون اولش بگم برو تسکا رو بگیر بیار، یه زمانی میبره تا اون موقع این ساخته صفحه رو و من نمیتونم تسکا رو نشون بدم. پس لازم دارم یه چیزی جدیدی اینجا یاد بگیریم. یه ویجتی داریم به نام فیوچر بیلدر. آلت اینتر که بزنی رو اسکافولد تو بالاترین لول، از جنس بیلدر میسازی، اینو میذاری فیوچر بیلدر، یعنی سازنده‌ای که در فیوچر کار خودشو میکنه. اینجا هم کنار کانتکست اسنپ شات اضافه میشه و توی این یه فیلدی داریم به نام فیوچر. خب نگاه کنید، ما قبلا اسکافولد داشتیم. دوباره برمیگردم یه بار دیگه از اول. من قراره اینو بندازم توی فیوچر بیلدر. بیلدر کلا صحبت بیلد و بیلدر که میشه، یعنی داریم با یو آی کار میکنیم، یعنی داریم صفحه رو میسازیم. فیوچر بیلدر یعنی کسی که در آینده صفحه رو میسازه، یو آی رو ایجاد میکنه. ما الان یکی رو میخوایم که بره تسکا رو بگیره، وقتی آورد بعد یو آی بسازه برامون. کار فیوچر بیلدر. روی این آلت اینتر میزنی. فیوچر بیلدر خودش اینجا نیست، ولی این بیلدره رو که میزنی ساختارش رو برات میزنه. مثل ویجت های دیگه نیستش که کانستراکتورش و چایلد و اینا اینجوری باشه. اینو میزنی، این ریترن داره این تو، یعنی یک متد میسازه. بعد این بیلدره رو میکنی فیوچر بیلدر. توی فیوچر بیلدر کنار کانتکست اسنپ شات. بهت میگم چیه این قضیهش. و یه فیلدی داریم به نام فیوچر که این همون قسمت فیوچر بازیشه. میگه تو توی این فیلد یه کار فیوچری انجام میدی از جنس آبجکت. من اون آبجکتشو میذارم لیست تاسکس. قراره جواب ما لیستی از تاسک ها باشه به این شکل. حالا نگاه کن فیوچر رو، جنس آبجکت عوض شد. یعنی تو یه کار فیوچری باید انجام بدی که جوابش بشه لیست تاسک. کی انجامش میده؟ fetch tasks. یه متدی که صداش که بزنم فیوچر لیست تاسک به من برمیگردونه. اون متد رو اینجا پیادهش میکنم بعد بیلد، همینطور. یا برام قبل بیلد که اینجا همه رو با هم دیگه ببین. یه متدی پس دارم، کارش جوابش در آینده میرسه. جوابش یه لیستی از تاسک ها هست به اسم fetch tasks. اینجا دیگه خطاش میره چون متدشو ساختیم. حالا باید این چیکار بکنه؟ یه دسترسی دیگه به دیتابیس این شکلی اویتشو بذاریم اینجا، همش همونه. یه ایمپورت اینجا انجام میدیم اینجوری، میگی database.taskdo.getAll. getAll تو چیه؟ فیوچر لیست تاسک. خروجی چیه؟ فیوچر لیست تاسک. پس همین رو ریترن میکنی دیگه. درسته؟ جنساشون یکیه. اینم موقعی که نوشتیمش گفتیم قراره لیستی از تاسک های ما بده در آینده. این هم قراره همونو برگردونه به این که کارش راه بیفته. درست شد؟ پس این صفحه که میاد بالا، اول این کال میشه، این فراخوانی میشه، برای این خط کد صبر میکنه، اینجا دیتا رو میگیره میاره توی این اجراش میکنه. این لیست تسکایی که اینجا مشخص کردیم میره تو اسنپ شات میشینه. بعد بیلد
صدا زده میشه، اسکافولد تازه میاد بالا. گرفتی چی شد؟ چرا از فیوچر بیلدر اصلا استفاده کردیم؟ من میخواستم اینو صدا بزنم دیگه. خب این دو خط، اینو اگه می اومدم اول متد بیلد میذاشتم، به خاطر این اویت، حالا فرض کنیم اینم ریترن نیست، به خاطر این اویت باید اینو ایسینک میکردم. متد بیلد رو نمیشه ایسینک کرد، چون بیلد داره با یو آی کار میکنه، یو آی رو نمیشه برد تو بک‌گراند ترد. درست شد؟ تو کلا باید یو آی تو یو آی ترد باشه. به خاطر همینه که ما مجبور شدیم از فیوچر بیلدر استفاده کنیم و خیلی هم خوبه. فقط ساختارش اینه دیگه، فیوچر بیلدر دور اسکافولد میشینه یا دور هر چیز دیگه‌ای، توی فیوچرش اون کاری که میخوای رو انجام میدی، اون متدو جواب اینو میاره تو اسنپ شات. یعنی تو اینجا بزنی اسنپ شات دات دیتا، یه لیست تسک بهت میده. یکم پازل دیگه، اینا باید به هم دیگه بچسبونیش تا بفهم. خب اینجا میگم اگر اسنپ شات دات دیتا مساوی نال بود، یعنی صفحه اومده بالا، همون یه لحظه‌ای که دیتابیس میخواد جواب بده هیچی ندارم برای نمایش، چون اولی که میاد بالا یه دور میاد اینو اجرا میکنه، هیچی ندارم برای نمایش. توی اسنپ شات هیچ دیتایی نیست. میگم ریترن کن کانتینر، فعلا یک صفحه خالی، یک کانتینر الکی نشون بده. در غیر این صورت ریترن دیگه، در غیر این صورت هم نمیخواد. در غیر این صورتش یعنی که اگر این مخالف نال باشه، مخالف نال بود، بیا دیگه صفحه‌مو لود کن. از اون دیتا کجا استفاده میکنم؟ تو لیست ویوم، مثلا تعدادش رو میگم snapshot.data.len، تعدادی که از اون دیتا وجود داره، اینا مخالف نال. فعلا تعداد رو ببینیم، بعد بریم دیتا واقعیش رو نشون بدیم. دو تا ذخیره کرده بودیم، دو تاشو داره نشون میده. حالا بیا دیتاش هم بیاریم. این تسک آیتمه همه چی رو هارد کد زدیم توش دیگه. آیکونه همیشه اینه، رنگ همیشه اونه، اینجا همیشه تایتل تسک رو میخوام بیارم جای این. پس خود آبجکت تسکم رو به این میدم، میگم تو یک تسک ورودی بگیر، این کسی که داره صداد میزنه دیتا تو بهت میده. اینجا ایندکس داره دیگه، میدونم کدوم آیتم رو میخوام لود کنم، پس میگم اسنپشات دات دیتا، دیتای ایندکسوم. گرفت این چی شد؟ دیتای ما تو اسنپشات دیتا بود دیگه، آیتم ایندکسومش رو برمیداری میدی به این، میگی اینو لود کن. این میاد اینجا، اینو داره، جایی که تایتل رو زده بودیم میزنم تسک دات تایتل. حالا ببینش، تست 1 تست 3. حالا الان لود نمیشه دوباره، اگه بیام وایسا ببینمش. تست 4 ذخیره شد ولی نمیبینیش. ولی اگه اپو ببندم دوباره باز کنم، تست 4 هم اومد. فقط الان یه ایرادی داریم که وقتی میریم میسازیم برمیگردیم این نمیاد. البته برگشت هم کامنت کردیم، هنوز نزدیم دیگه. اینجا get dot back شو آن کامنت کنم، اینجا بذاریم تست 5، نمیاد. درسته؟ یه کنترل اس که میزنی دوباره میاد، ولی خود برنامه نمیارش اتومات، یعنی رفرش نمیشه این صفحه تو برگشت.